الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز هم می‌پردازیم به یکی دیگر از قاعده ها و آیین هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در راستای دین و زندگی برای ما تدوین فرمودند. یکی از این قاعده ها این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. در دنیا همچون یک غریبه و رهگذر باش. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم دستشون رو بر شانه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه گذاشتند و فرمودند که ای عبدالله، یک نصیحتی هست و توصیه‌ای هست، من میخوام به تو این نصیحت رو بکنم. و توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عمر همین جمله بود: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. در دنیا همچون یک غریبه و رهگذر باش. این روایت در صحیح بخاری هست و در واقع یک قاعده هست و قانونی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمینه زهد و شناخت حقیقت دنیا و چگونگی برخورد با دنیا برای ما بیان فرمودند. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را که یک معیار هست و یک اصلی هست که انسان مسلمان در دنیا همیشه این رو باید مد نظر داشته باشد تا اینکه حقیقت و واقعیت دنیا را بشناسد. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه واقعا بر این توصیه و این اصلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان آموزش داده بود تا آخر عمر بر این عامل بودند و در دنیا زاهدانه زیست. به گونه‌ای که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه بعدها که این حدیث رو و این قاعده رو برای شاگردان خودش از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل می کرد، این جمله رو اضافه می کرد برای شاگردان خودش و می گفت که اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اگر شب شد منتظر صبح نباش. و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اگر صبح شد منتظر شب نباش. و خذ من صحتك لمرضك و من حیاتک لموتک. و در صحت و سلامتی خودت برای بیماریت فکری بکن و آذوقه‌ای جمع بکن و در حیات خودت برای ممات و مرگ خودت تدبیری بیندیش. زیرا که این صحت همیشگی نیست. یک روز انسان بیمار می شود. شاید حسرت همین روزها را بخوریم که کاش که در آن روز چند رکعت نماز بیشتر می‌خوندم، کاش که می‌توانم ذکر و اذکاری را، تلاوت قرآن را بیشتر انجام می‌دادم. کاش که فلان عبادت را در زمانی که سالم بودم انجام می‌دادم. امروز که ناتوان هست، در بستر بیماری افتاده و نمی‌تواند. چه بسا انسان ناراحت بشود، پشیمان بشود، کاش زمانی که زنده بودم اعمال بیشتری رو انجام میدادم. پس بنابراین امروز که زنده هستی و صحیح و سلامت هستی، برای زندگی بعد از مرگ خودت فکری رو بکن و آماده باش. این قاعده‌ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم به من و شما آموختند و تدوین کردند که در دنیا همچون یک غریبه و رهگذر باش، یک معنی خاصی را دارد. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم این معنی رو در گفتار خودشون، در کردار خودشون
در تربیتی که اساس تربیت ایشان بود و اصحابش را اونگونه تربیت میکردن، اینو کاملا برای ما واضح و آشکار کرده که هدف از این جمله چی هست؟ که در دنیا همچون یک غریبه و رهگذر باش. معنی این جمله و معنی این قاعده این هست که در دنیا انسان مسلمان همیشه باید هوشیار باشد، همیشه باید مراقب باشد و مواظب اعمال خودش باشد، مراقب فرصت‌هایی باشد که ثانیه به ثانیه و لحظه به لحظه از دست انسان خارج می‌شوند و برگشتی رو هم ندارند. انسان مسلمان باید مراقب اعمال خودش، گفتار خودش در دنیا باشد، مواظب نفسها و لحظات زندگانی خودش باشد که مبادا بیهوده هدر برود و این زندگانی را در راستای آباد کردن آخرت خودش از آن استفاده بکند. و این فرصت دنیا و چند روزی رو که الله متعال در اختیار من و شما قرار داده برای این هست که برای سفر آخرت خودمون آمادگی بگیریم. حقیقت دنیا رو باید شناخت. این دنیا چی هست؟ چه واقعیت و چه حقیقتی رو دارد؟ تا چه اندازه برای ما مفید خواهد بود و تا چه اندازه برای ما مضر خواهد بود؟ جایگاه این دنیا و این زندگانی و این مال و ثروت و این حیات دنیوی در مقایسه با زندگانی آخرت و ناز و نعمت‌های آخرت چه اندازه هست؟ این موارد را یک انسان مسلمان و یک انسان عاقل باید همیشه در نظر داشته باشد و این موازنه و مقایسه را باید انجام بدهد تا اینکه به حقیقت دنیا و حقیقت آخرت پی ببرد و بر اساس شناختی که از دنیا و آخرت دارد اعمال خودش را باید تنظیم بکند. برای دنیای خودش به اندازه زحمت بکشد که در این دنیا میماند و نیاز دارد و برای آخرت خودش هم به اندازه سعی و تلاش بکند که در آنجا نیاز خواهد داشت و در آنجا خواهد ماند. واقعا فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده ای هست که با آب طلا اینو باید نوشت: در دنیا همچون یک غریبه و رهگذر باش. بسیاری از بندگان صالح و نیکوکار الله متعال به این حقیقت رسیدند، به این شناخت و معرفت رسیدند و میدانند که دنیا چه هست، حقیقت و کنه دنیا چیست و چه جایگاه و منزلتی رو دارد و به چه اندازه دنیا برای انسان باید مهم باشد. ان لله عبادا فتنا طلقوا الدنیا و خافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. الله متعال بندگان بیدار و هوشیاری رو دارد که دنیا رو طلاق دادند، رها کردند و از فتنه دنیا هراس داشتند و ترسیدند، مراقب بودند. دنیا رو با دیده واقعیت نگریستند، نگاه کردند، به این نتیجه رسیدند که این دنیا وطن جاویدان برای انسانهای زنده نیست، محل زندگانی ابدی نیست. چه کار کردند؟ جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. این دنیا را به مثابه یک دریایی قرار دادند و از این دنیا با کشتی اعمال صالح رد شدند و عبور کردند. این واقعیت دنیا هست که من و شما باید بشناسیم و مد نظر قرار بدهیم. این دنیا یک لجه‌ای هست، دریایی هست، نهری هست که باید با کشتی و قایق اعمال صالحه بر روی این دنیا و بر روی این دریا عبور کرد و به مقصد باید رسید. واقعا انسان عاقل می‌داند
به این نتیجه رسیده و خواهد رسید که این دنیا مهمان چند روز هست و آنچه من و شما در دست داریم، مال و ثروتی که داریم، اینها همه عاریت هست، امانت هست در اختیار من و شما. مسافر حتما یک روزی رخت سفر را بر می‌بندد و می‌رود و عاریت و امانت را هم باید یک زمانی هرچند هم که دیر باشد به صاحبش باید بازگرداند. پس انسان مسلمان نباید غره بشود به زندگانی دنیا و به مال و ثروتی که الله متعال به انسان داده. در دنیا همچون یک غریبه و رهگذر باش. واقعا بسیاری از انسانها در دنیا غریبند، غریبانه زندگی می کنند و مانند یک رهگذری هستند در یک جایی که نه آشنایی دارند و نه مأوایی و نه محلی برای استراحت. یک انسان صالح و نیکوکار در زمانی که فساد دنیا را گرفته واقعا غریب هست. یک عالم در میان افراد نادانی که قدر علم و قدر علما را نمیدونند واقعا غریب هست. یک انسان راستگو با صداقت و با ایمان در جامعه‌ای که همه مشرک باشند و منافق باشند واقعا غریب هست. یک انسان حقجو و حق طلب که برایش فقط و فقط حق و حقیقت ارزش دارد در جامعه‌ای که مردم دنبال زر و زور هستند و دنبال تعصب و هواپرستی هستند واقعا غریب هست. اما طوبی للغرباء، مژده باد برای غریبان، آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در دنیا همچونی غریبه و رهگذر باش. آفرین بر کسانی که در دنیا غریبانه زندگی می کنند و همچنین رهگذری هستند که از این راه و مسیر دنیا عبور می کنند و به آخرت می رسند. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله برمیگردم و مطالب دیگری رو خدمتتون عرض خواهم کرد. آری خواهران و برادران عزیز و ارجمند، در دنیا همچونی غریبه و رهگذر باش. اما نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم این است که بسیاری از مردم از این حدیث و این اصل و از زهد یک تصور اشتباهی رو دارند. به قول علامه ابن جوزی رحمت الله علیه بسیاری از مردم دلیل را میدونند. خب دلیل همین حدیثی هست که من خدمت شما خواندم، در صحیح بخاری هست. دلیل رو حفظند اما نمیدانند که این دلیل و این نص و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بر چه دلالت می کند، مقصود این روایت و این حدیث چه هست. افرادی اومدند از این حدیث این استدلال رو کردند که دنیا مذموم هست، پس بنابراین دنیا را به صورت کلی باید ترک کرد، رها کرد. از ناز و نعمتی که در دنیا هست، از خوراک و پوشاک خوبی که در دنیا هست، از مسکن مناسبی که در دنیا هست، همه را رها کردند. حتی از استراحت و تفریح خودشون هم زدند و حق نفس خودشون را ضایع کردند به این بهانه که ما زاهد هستیم در دنیا. و در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را به زهد دستور دادند. بلکه برعکس هست. یکی از حقوقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردند این است که فرمودند ان لنفسک علیک حقا، نفست، وجودت، بدنت بر تو حق دارد، حقش رو باید پرداخت بکنی و ادا بکنی. زهد در دنیا هیچگاه به این معنی نیست که حق کشی بکنی، حق نفس خودت را زیر پا بگذاری. اتفاق جالبی رو که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاد همه شما شنیدید. چند نفر آمدند در منزل رسول الله صلی الله علیه وسلم و از خانواده ایشان و از مؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها سوال کردند زندگانی و عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه هست. ایشون هم گفت که در منزل بیاد فلان کار رو انجام میدهد و این اندازه نماز رو میخواند و
و زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله رو شرح دادند. این صحابه گفتند که خب رسول الله صلی الله علیه و آله معصوم هست، یعنی عمل رسول الله رو دیدند که کم هست، عملی چندانی که انتظار داشتن اونها عمل این به آن اندازه عمل نداشت که انهم تقالوها، گفتن عمل رسول الله کم هست. بعدن گفتند که آری رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم هست، الله متعال گناهانش رو بخشیده، اما ما نیاز بیشتری داریم به عمل. به این خاطر تصمیم گرفتند. یکی گفت من همیشه تا زنده هستم روزه میگیرم، یکی گفت من به جای این که برم زن بگیرم و مشغول زن و بچه باشم و وقتم تلف بشود من اصلا زن نمیگیرم. دیگری هم گفت من اصلا شبها نمیخوابم تا صبح عبادت میکنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف آوردند و وقتی که از این مطلب آگاه شدند رفتند روی منبر و در آنجا این جمله معروف را فرمودند که والله انی لاخشاکم لله و اعلمکم بحدود الله. به الله قسم من از همه شما از پروردگارم و از الله متعال بیشتر میترسم. خوف و خشیت و تقوای من از همه شما بیشتر هست و حدود الهی را، دستورات الله متعال را بهتر از شما هم میدانم، اما این کارا را انجام میدم. ازدواج هم میکنم، روزه میگیرم، بعضی از روزه ها رو، بعضی از روزه ها رو روزه نمیگیرم، شبها میخوابم، حق نفسم را ادا میکنم. زهد به این معنی نیست که ما حق نفس خودمان را ضایع بکنیم و زیر پا بگذاریم. الله متعال صراحتا در قرآن کریم میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، طیباتی را، پاکیزگی هایی را، موارد حلال و پاکیزگی را که الله متعال برای شما قرار داده و آفریده، اینها رو حرام نگردانید بر خودتون. از اینها استفاده بکنید، تجاوز نکنید، اسراف نکنید، از حد در نگذارید که الله متعال متجاوزین را و آنهایی را که حتی در زمینه عبادت و در زمینه زهد پا رو از اون دایره شرعی فراتر میگذارند، چون این انسانهایی رو الله متعال دوست ندارد. من قبلا هم عرض کردم که این حدیث معنیش این است که ما باید مراقب باشیم، هوشیار باشیم که دنیا ما را فریب ندهد، دنیا ما را از آخرتمون غافل نکند. در دنیا باشیم، از دنیا استفاده بکنیم، از ناز و نعمت دنیا بهره ببریم، در دنیا استراحت بکنیم، تفریح بکنیم. منتها این ناز و نعمت و این زندگانی دنیا، استراحت و تفریح، ما را نباید از هدف اصلی خودمون و مقصدی که الله متعال ما را به خاطر آن آفریده، ما نباید فراموش بشویم. انسان مسلمان نباید در دنیا دچار بلند پروازی بشود و آرزوهای 1000 سالی رو داشته باشد، گویا که برای 1000 سال در دنیا زنده هست و دارد برای خودش برنامه ریزی می کند که چنین و چنان می کنم سالهای آینده. همان گونه که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که این فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله اساساً خطاب به ایشان هست، ایشان می فرمودند که اگر شب شد منتظر روز نباش، اگر روز شد منتظر شب نباش. در هنگامی که صحت و سلامت هستی و در هنگامی که زنده هستی، برای بیماری خودت و برای بعد از مرگ خودت فکری رو انجام بده. این هست معنی حدیث. نه این که ما بیاییم مواردی رو که حلال هست، جز طیبات هست، ناز و نعمتی هست که الله متعال برای ما آفریده، انعاماتی رو که الله متعال به من و شما داده، اینها رو زیر پا بگذاریم، از اونها استفاده نکنین به بهانه این که ما زهد داریم. این گونه نیست، بلکه معنی حدیث این است که ما باید آرزوهای خودمان را محدود بکنیم به اندازه‌ای که ما در دنیا زنده هستیم، به اندازه‌ای که دنیا اهمیت دارد ما برایش زحمت بکشیم و در دنیا آرزو بکنیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگویند که اگر دنیا از اولش تا آخرش همه مال یک نفر باشد، تمام دنیا را
از ابتدا تا انتها فقط به یک نفری بدهند و بعد از آن مرگش فرا برسد و از دنیا برود، این به منزله کسی هست که خواب بوده، در خواب یک چیزی را، رؤیایی را دیده، وقتی که بیدار می شود می بینه هیچ چیزی برایش باقی نمانده. دنیا این گونه هست. اگر من و شما فقط برای دنیا زنده باشیم، برای دنیا زحمت بکشیم، هم مغم ما زندگانی دنیوی ما باشد و در فکر آخرت نباشیم، مانند این است که خواب و رؤیایی را ما دیدیم، به محض این که از دنیا برویم تمام این خواب و رؤیا به پایان میرسد. الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا. مردم در خوابند، وقتی که بمیرند تازه بیدار میشوند، تازه متوجه میشوند که من خوابی دیدم و این خواب هم رفت، سپری شد، هیچ چیزی عایدش نمیشود. اما انسان مسلمان باید بیدار باشد در دنیا. در دنیا همچون یک غریبه و رهگذر باش، یعنی این که در فکر آخرت خودت باش، اما نه بدین معنی که دنیا رو فراموش بکنیم. این که انسان در دنیا آرزوهای بلندی و طولانی رو نداشته باشد و همین امروزی رو که دارد از روز خودش و از این وقت و فرصت خودش استفاده بکند و آرزوهایش رو محدود بگرداند، فراتر از عمری نباشد که الله متعال به من و شما داده، فراتر از فرصتی نباشد که در اختیار داریم که چنین آرزوهایی برآورده شدنی نیست. هر انسان مسلمانی که آرزوهای محدود باشد، فقط به تعبیری بچه اون روز خودش باشد، یعنی این که فقط و فقط امروز در اختیار شما هست، الان زنده هستید، فردا را نمیدونید، از امروز خودت به نحو احسن استفاده بکن. هر انسان مسلمانی که آرزوهایش رو در دنیا کوتاه بکند و واقع بین باشد، حقیقت دنیا را بداند، الله متعال به اون 4 کرامت و 4 نعمت رو میدهد. این تأثیر این هست که انسان در دنیا بلند پروازی نکند و آرزوهای بلند و بالایی رو نداشته باشد. اول این که الله متعال اون رو توفیق طاعت و بندگی بیشتری میدهد. شما هم میتونید اینو تجربه بکنید. اگر شما مطمئن باشید که امروز آخرین روز زندگیتون هست، همون گونه که عبدالله ابن عمر فرمودند، منتظر شب نباش، اگر شب هست منتظر روز نباش. اگر بدانی که امروز آخرین فرصت من در این دنیا هست، چه کار میکنید؟ قطعا اطاعت و بندگی بیشتری رو انجام میدهید. انسانی که رؤیاها و آرزوهای بلند پروازی ندارد و بلند و طولانی ندارد، قطعا الله متعال به اون توفیق عبادت و بندگی بیشتری رو میدهد. این یک نوع کرامت هست. یکی دیگر از کرامت ها و نعمت های الله متعال برای چنین افراد این است که غم و اندوهش در دنیا کم می شود. غم فردا و فرداهای دیگر و سالهای دیگر رو نمی خورد. نمی داند که اصلا زنده هست فردیا یا زنده نیست. من روز دیگر، هفته دیگر، ماه دیگر، سال دیگر زنده هستم یا نیستم. پس بنابراین وقتی که آینده هنوز نیامده، فردا هنوز من نمیدونم فردایی هست یا نیست، چرا باید غم فردا را بخورم؟ انسانی که این باور را داشته باشد و آرزوهایش را محدود بکند، غم و اندوهش در دنیا هم کاسته می شود. و اثر سوم این است که الله متعال اون را به همین چیز اندکی که دارد راضی می کند، بهش قناعت می دهد. همین مال و ثروتی رو که من دارم کفایت امروزم هست، برای امروزم، برای فردایم، برای امشب من شام شب دارم، برای یک هفته سرمایه زندگی من فراهم هست. زمانی که انسان نمیداند که من فردا زنده هستم یا نیستم، هفته بعد، ماه بعد، پس بنابراین این انسان در دنیا به همین چیزی که دارد قناعت می کند، راضی می شود به همین قلیل و اندکی که الله متعال در اختیارش قرار داده. و مکرمت چهارم این است که الله متعال قلبش را منور می کند. اینو شما تجربه کردید، دیدید در جامعه خودتون. انسانهایی که مال زیاد دارن، ثروت زیاد دارن، حرص دارن برای جمع‌آوری مال، هر چی را که به اونها بدهی فکر میکنند که اندک هست، به جایی نمیرسه. میلیونها و میلیاردها مال و ثروت دارن، اما باز هم
مینالند از دنیا که ما هیچ چیزی رو نداریم، بدبخت و فقیر هستیم. ثروتمندانی رو شما سراغ دارید که از ترس این که فقیر نشوند فقیرانه زندگی میکنند، زندگیشون با بدبختی میگذرد، از این که میترسن شاید مالشون از دستشون بره و فردا فقیر بشن. و این غمها و اندوها و این افکار و وسوسه ها قلب انسان رو تاریک میکنه. اما انسانی که آرزوهای بلند و طولانی ندارد و بلند پروازی نمی کند در دنیا، قلبش منور هست و روشن هست و دچار تاریکی قلب نمی شود. که انشاءالله الله متعال این نعمت ها و این مکرمت ها و این انعام را به تمامی من و شما عنایت بفرماید. پس بنابراین آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در دنیا همچون یک غریبه و رهگذر باش، یعنی این که فردای قیامتت را فراموش نکن. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبة فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. این نعمت هایی هست که الله متعال به من و شما وعده داده، مژده داده. به زنان و مردان مؤمن الله متعال مژده باغها و بهشتهایی را داده که در لابلای آن نهرهای جاری هست، مساکن طیبه، مسکنهای زیبایی را در جنات عدن و در باغهای بهشت الله متعال وعده داده و فراتر از این رضوانی از جانب الله متعال، رضایت و خوشنودی الله متعال شامل مؤمنین و مؤمنات خواهد بود. پس بنابراین مبادا این دنیا شما را غره کند و فریب دهد و به خاطر بلند پروازی هایی که در دنیا دارید از اون ناز و نعمت و از زندگانی همیشگیتون مبادا فراموش بشوید. در دنیا همچون یک غریبه و رهگذر باش. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.